سلام. امروز با یکتا برگشتیم به خونه های شما و قراره که یه سری ویدیوها بهش نشون بدم که بفهمیم پیکمی یعنی چی. توی جوامع ایرانی توی اینستا و اینا خیلی پیچیده، الان همه میگن پیکمی. گفتیم که یه ویدیو بسازیم ببینیم مثلا یعنی چی پیکمی. یکتا تو راجع به پیکمی چی میدونی؟ به نام خدا. پیکمی فکر کنم به دخترایی میگن که خیلی سعی میکنن جلو مردا خودشون رو خوب نشون بدن، بقیه دخترا رو خراب میکنن که خودشون جلوی بقیه قشنگتر، زیباتر و کلا خوب به نظر بیان. خیلی ممنونم، درست گفتی. پس تو میدونی پیکمی یعنی چی؟ شما تو کامنت ها برای ما بنویسید که چند تا دختر پیکمی دورتون هست. توی این ویدیو ما میخوایم بفهمیم که تو خیلی من را انتخاب میکنی، انتخابم از دختران متنفرم، یا you're such a pick me. Pick me hate girls. اون الان ترجمهش بود یعنی هوش مصنوعی. آیا من یک دختر انتخاب هستم؟ هشتگ شلوارک. یا am I a pick me girl؟ هشتگ شورتس. با یه سری پیکمی های خارجی شروع میکنم و با یه سری دختر پیکمی ایرانی خاتمه میدیم این بخشو. شاید باور نشه پیکمی ایرانی معروف هم داریم و من حالا پیکمی ایران ولی واقعا نشون میدم. اول کسی که میخوام افتخار آشنایی باهاشو داشته باشی ایشون هستن. قراره که ما ویدیوهای ایشونو تا لحظه‌ای ببینیم که از کلمه مرد یا مردان استفاده میکنه. بعدش میزنیم ویدیو. One thing I will never understand about men is the way another one of men's green flags I discovered. Welcome back to reason number 137 why I love men. This one's so insane. The most underrated kind of men are the ones who are probably. Why was I talking to a man today and he went, reason 136 why I love men? Why are men always calling it? The biggest mystery about men is how I've discovered the latest green flag in men. Something about all. Reason number 135 why I love men is how they're always. The thing I'll never understand about men is where they all gather the same random knowledge. I boarded a cruise today. I was telling people, I was like, this boat is incredible. And they're like, oh, don't call it a boat. It's a ship. And I'm like, okay, ship, I guess. Like who? من They're so cute. تو خیلی کیوتی. از نظر فیلم بازا اینو قطعا میدونن که یکی از تریکایی که شما بخواین مثلا به مخاطبتون حس قدرت و مثلا اینا بدین و خودتون رو مثلا کوچیک‌تر یا کوچولوتر یا حتی سن کمتر چون بدین، اینه که اینطوری از خودتون فیلم بگیرین. واقعا کلتون بزرگ بشه مثل بچه‌ها و صورت بدون آرایش و یه بدن زنونه. مثلا I'm one of the boys. مثلا من قبلا نفر بعدی که یکی از معروفترین پیک میگرل های دنیا و جهان آخرته خانم پرل هستن از کانال Just Pearly Things، یعنی فقط چیزای مرواریدی. این ویدیو رو ببین، فقط یه ذره قبلش عضلاتتو شل کن، فشار خونت اینا یه وقت بالا نره. ببینیم. This is what you said. You said, what's so special about me? Most women aren't special. Well, that's Like, down to your personal opinion. No, I'm like, seriously, what do women bring in 2022 that is special? Nothing. Do most women have a cookbook? Do most women really know how to cater to a man? No. So what do most women bring in 2022 that is special? But why is it all about what we can offer? When you're trying to sell a car, if you're trying to get married, right? And please, I'm not saying that women are cars. It's just an analogy. But if you're trying to sell a car, you have to study the buyer and figure out what the buyers want. ایشون دارن میگن که خانوم‌ها در 2022 چه گزینه‌هایی روی میز میارن. یه کتاب آشپزی دارن. یکی میگه که خب مثلا ما چرا باید حتما چیزی آفر بدیم، چیزی باید روی میز بذاریم تا مثلا یکی از ما خوشش بیاد. و ایشون میگه که خب شما وقتی میخوای یه ماشین بفروشی، با این من اصلا منظورم نیست که زنا ماشینن ها، ولی شما یه ماشین میخوای بفروشی، میری تحقیق میکنی کسی که خریداره چی میخواد. الان زنا رو به ماشین تشبیه کرد. آره. این کجاش به پیک می ربط داره؟ ببین این کلا یکی از افاضات ایشونه. ایشون کلا تو ویدیوهاش میگه که زنا خیلی بدن، مردا خیلی خوبن. The reason that I think feminism is a hate group is because oftentimes the things that they advocate for are at the cost of men. زنان مدرن همه رو سرزنش میکنن جز خودشون. به زنان مدرن نمیشه کمک کرد. زنان مردان رو به خطر میندازن. One girl that looks good at 300 pounds. Name I don't know one. what 300 pounds is. این تاریخ گذاشتم تو 2025 تا یه هیکل مسخره کنی با قیافه میشه همچین چیزی. Do you think you want to keep them fat so you don't have to compete with them? I think if a woman cheats, she's trying to leave you. If a man cheats, he's just like it's like a handshake. Yeah. So like I think a lot of times we think we're hotter than we are. And it's like that's the whole point is like like men when they make a bad decision they always have a consequence, women don't. That's why women are worse because one gender has consequence. And that's why women are worse. مردا خیلی کار میکنن، مردا خیلی فوق‌العاده‌ان و زنا فقط پرتوقعن.
کلا پرل توی ویدیوهاش نسخه زنونه اندرو تیت میدونه خودشو، عاشق اندرو تیت و اندرو تیت اصلا محلش نمیده. I think he speaks a lot of truth and a lot of women don't want to hear it. To know that like you age out of the dating marketplace. بعد توی ویدیوها انقدر بهش گفتم پیکمی برمیگرده میگه که I'd rather be پیک pick می me دن than اسکیپ skip می، me. یعنی به جای اینکه از من بگذری منو انتخاب کن. و هنوز هیچ کس انتخابش نکرد. خب ولی به نظرم مردا بعد از زنای مدلی خوششون بیاد. خب الان یه چیز جالب بهت نشون میدم که متوجه میشی. میخوام الان بهت التیمت پیکمی ایرانی رو نشون بدم. پیکمی ایرانی. آها اینو دیدم. خیلی فقط دختر گشنه و ندید بدید میتونه از شما تقاضای هزینه های آنچنانی داشته باشه، چون که قطعا تو خونه پدریش ندیده و حالا اومده بیرون. عمومی هم هست چون دنبال پول عمومیه، از بدنش به عنوان ابزار استفاده میکنه، عدد فاریش زیاده، نمایشش زیاده. اغلب اینا بهشون میگن گشنه. به محض اینکه با شما صحبت بکنن از توقعاتشون برای شما صحبت میکنن. شما اگه همچین آدمی رو کنار خودت توی کافه، توی ماشین یا هر جایی باش برخورد کردی، همون وسط حرف ازش عذرخواهی کن و باش خداحافظی کن. اینا سمی‌ترین آدماییه که میتونید ببینید. خانوم من ویدیوهاشو رفتم همه‌شو دیدم. پیکمی ایرانی نزدیک ندیدم. یه بار چند تا هم دیدم که انتقاد کردن نسبت به کاراش، حرفاش، کامنتاشو خوندم یه بار. این خانم خودش رو کنم ازدواجم کرده. یکی پیکش کرده. فکر کنم یه جورایی هم مثلا خودش رو همه چیز دان میدونه و خیلی هم مردا استقبال نکردن از حرفاش تو کامنت ها، چیزی که من متوجه شدم. حالا راجع به حرفی که میزنه من نمیدونم اگه یه دختری خب میره صحبت میکنه با طرفش، مثلا میگه من اینو میخوام اینو میخوام اونو میخوام، نمیدونم چرا فکر میکنن توقعه. معمولا میگن هیچ کس از خرج کردن نمیترسه به جز اینکه نباشه. به هر حال نمیتونیم با تجربه تر پیدا کنیم، اما اونم بی تجربه نشون میده. بخون بلند بخون همه سلام بشنون. خواهرم، شرمنده من اینستاگرام ندارم، خواهشاً فعالیتتون رو اینجا بیشتر کنیم. با تشکر. من خب صاف زدی تو دهن، صاف زدی تو هدف. دیدی استقبال کردن دو نفر پیکش کردن. تو اینستا کامنتاش بیشتری فکر کنم یوتیوب. آره یوتیوبش مثلا 14 تا ویوش از ما کمپه. نه این توی اینستا باید میرفتی میدیدی که چیا بهش گفتن. بعدش هم که همیشه من معتقدم خانمای گل تو خونه و همه دخترای گل باید همیشه پشت هم باشن. من نمیفهمم این چیه. باش قبل از اینکه اینجوری باشن ببینن اصلا کسی اینا رو پیک میکنه یا نه. آره حالا شاید فکر کنین که ایشون ازدواج کرده حتما یکی پیکش کرده، ولی خب اون مایندسته هیچ وقت تغییر نمیکنه. جدیدن من دیدم که همه راه میافتن و این و اون میگن پیکمی. یه دختری صداش نازکه بهش میگن پیکمی. یه دختری نمیدونم آرایش میکنه بهش میگن پیکمی. آرایش نمیکنه میگه من بدون آرایش دوست دارم باشم بهش میگن پیکمی. ورزش میکنه بهش میگن پیکمی. یه سری زن‌ها دلشون نمیخواد یه سری کارا رو بکنن. در نهایت وقتی که خیلی ادامه میدیم به این که به همه بگیم پیکمی، این چرخه زنان علیه زنان برعکس میشه و همیشه ادامه داره. مثلا این دختری که میخوام نشونتون بدم الان از یکتا میپرسم چه چیز پیکمی تو این ویدیو میبینی یا نمیبینی؟ یه تسته. گوشی دستت. من آپرانیک یک فرمانده برجسته نظامی هستم. در دوران ساسانی زندگی کردم. مانند پدرم مسیر نظامی رو در پیش گرفتم. خب که خیلی خوشگل بود، هم آرایشش قشنگ بود، هم فیسش، هم لباسش، همه چیز و موضوعش حتی. بیایید با من حاضر شید در حالی که درباره این حرف میزنیم. اصطلاح پیکمی یا پیکمیگرل، یا من معنیشو اشتباه میدونم یا کسایی که به من میگن پیکمی. تعریف من دختریه که حاضر همجنساشو به خاطر جنس مخالف بفروشه، یا مثلا دخترایی که میکاپ میکنن و مسخره میکنن. پس چرا من وقتی ویدیوی میکاپ یا آشپزی میذارم یه سری میان به من میگن پیکمی؟ حالا یا من دارم اشتباه میکنم یا نظر شما چیه؟ خیلی دخترها هستن که آرایش میکنن تو اینستا، یوتیوبشون بالا باشه، چه سنشون پایین باشه. خب در هر صورت به نظر من این مشکل نشده، فقط خیلی هم قشنگ بود، خوش باله، چه وجناتی. بعدی من تا 2 روز پیش میرفتم تو کامنتاش همه نوشتن تو چقدر پیکمی فلان. ایشون یه کتابی نوشتن، رمان نویس هستن، بعد خیلی ذوق داره و تولید محتوا راجبی کتاب هسته. یه ویدیو راجبش نشونت میدم، تو نظرتو به من بگو که ایشون پیکمی هست یا پیکمی نیست. من تنها هستم چون از تمام مردم دنیا بهترم. من تنها هستم چون بدترین آدم دنیام. چه اهمیت میده؟ من میتونم همزمان هر دوی شما دوتا باشم. سنش کمه نه؟ نمیدونم چند سال. اینم باز پیکمی نیست، اینم طرز صحبت کردنشه.
نمیفهمم واقعا، حس میکنم باید اینو فرهنگ سازی کنیم که دوستان پیک می به کسایی، به دخترایی میگن که شما رو جلو پسرا خراب، برای اینکه خودشون بیان بالا. مثلا همین خانم گلی که خیلی احساس میکنه که روانشناسه. مثلا کسی که میاد میگه وای تو آرایش میکنی، من فقط یک کره مرطوب کننده میزنم، مثلا بلد نیستم، یا مثلا همچین چیزای خودتون بهتر قطعا از من بلد. و حالا من تا 2 روز پیش میرفتم تو کامنت ایشون، همه نوشتن وای تو چقدر پیکنی، تو چقدر لوسی فلانی. الان رفته بودم همه نوشتن چقدر صدات قشنگه، چقدر تو خفنی، چقدر تو حس خوبه. دیگه نتونستم پیدا کنم محتوایی که بهش گفته باشم پیکمی. همونطور که گفتم ایشون یه کتاب نوشته و خیلی نویسنده متفاوتی هستی. کلا یه کتاب نوشتی، نمیفهمم این همه ذوق چیه. کلا همین یه کامنت هیتو پیدا کردم چون راجبش پست گذاشته. نظر چی؟ والا به نظرم خیلی چیز قشنگیه، یه دختر جوون که انقدر کاش درسته دیگه. خواهشاً الکی کامنت منفی نذارید، ولی برای ما کامنت بذارید. برای ما حتما برای ما کامنت بذارید، کامنت مثبت نه کامنت منفی. حالا فعلا منفی هم بزنید. اصلا نمیدونم، شاید هم نمیدونم، ولی خب بذارید نظراتتون رو بگید، لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارید. کامنت مردیم. ممنون که این ویدیو رو دیدین. امیدوارم که اگه تا حالا نمیدونستین که پیک می چیه دیگه براتون جا افتاده باشه، و اگه میدونستین مطمئن شده باشین که کسایی که تئوریشو دارین پیک می ان یا نیستن. نظر چی بود؟ به نظرم بحث جالبی بود و اینکه پیک می نباشید به هیچ عنوان، دخترای قشنگ پیک می نباشید خوب نیست.